این نوار در ناحیه نشانی ولایت قشقدریای ازبکستان گرفته شده است. در آن مقامداران در حضور افسران حفظ حقوق و ترتیبات مال قرضداران را مصادره می‌کنند. در ریدهای مصادره اموال در ناحیه نشان بعضا رئیس محلی همراه با ده‌ها افسر پلیس و سوختارنشانی، دادستانی، کارمندان بانک‌ها و یاری تعجیلی طبی اشتراک می‌کند. آن روز من در خانه نبودم. آنها وقتی آمدند که در خانه فقط زنان بودند. زنان ترسیدند. اگر یک کس از روی دیوار به منزل درآید او را حبس میکنند. اینجا یک ازدحام هنگام نبودنم به خانه زده درآمد. در حالتهای زیاد نمایندگان دولت از راه ویران نمودن قانون به خانه ها می درآیند. مصادره کنندگان اموال به اجازت رسمی دادگاه به خانه ها می روند که امکان دارد همچون ورود غیر قانونی به منزل زیست ارزیابی شود. من برای معالجه همسر، پسر و دخترم قرض گرفتم. شرایط زیستم را بینید. چگونه من قرض را برگردانم؟ همسرم 5 ماه باز بیمار است. من برایش دوا میخرم. خودم هم بیمارم و باید نزد طبیب بروم و دوا خرم. پسرم وعده داد که پول را برمیگرداند. ما تربوز شناندیم اگر پختن چندی لازم باشد جمع میکنیم. 2 میلیون، 3 میلیون چندی ضرور باشد. با آب هم مشکل داریم. بینید همه درختها خشک شدند. هیچ کس در غم مردم نیست. آب به ما نمیرسد. همه را ثروتمندان میگیرند. در حالتهای زیاد نمایندگان دولت از راه ویران نمودن قانون به خانه ها می درآیند. مصادره کنندگان اموال به اجازت رسمی دادگاه به خانه ها می روند که امکان دارد همچون ورود غیر قانونی به منزل زیست ارزیابی شود. اسنای ریدها به وجه عموم ماشین و چاروای قرضداران را مصادره می کنند. به عقیده ناظران این عمل با خلافکاری ها اجرا می شود زیرا مقامداران وزن و ذات چاروا را ثبت نمی کنند. من سال 2021-25 میلیون قرض گرفته بودم. در دستم سند هست که قرض را برگردانیدم. اما آنها روز یکشنبه آمده از دست پسرم گاو و گوساله را مصادره کردند. به قول اگربانک تا این زمان 6.5 میلیون سوم فایز بانک جمع شد. من به جای 25 میلیون با آنها 26.5 میلیون برگردانیده بودم. ما حاضر باید بخش باقی مانده را هم برگردانیم ولی آنها زوراً چاروا را مصادره کردند. قرضگیری مردم ازبکستان با برنامه پرزیدنتی رشد صاحبکاری عائلوی رابطه دارد. سال 2018 با فرمان پرزیدنت شوکت میرزیویف بانک ازبکی اگروبانک به مردم کمبیزات قرض داده فایز سالانه آن را به 14% برابر کرده بود. بعداً فایز قرض تا به 7% در سال کاهش داده شد. در چارچوب این برنامه هر عائله می توانست به گذاشتن گرو تا 30 میلیون سوم یا $2,500 قرض به دست آورد. اقتصادشناسان میگویند تقدیم قرض به گرفتن گرو خطای بزرگ بود. زیرا شمار زیادی قرضها بر نگشت. بانک ها با زیان کلان مواجه شدند و تعداد افراد کمبغل هم بیشتر شد.